خب دوستان عزیز، من اینجا یک آمدم 6 قرار کلارم بسیار جای مقبول و زیبا بود. ما نمیشه دیگه، باید بخیزیم و به کار برسیم. اینجا دوستان عزیز درخت‌ها بسیار زیباست. گلک‌ها رو ببینید، گل‌ها بسیار زیباست. من بسیار خوشم میاد گلای سفید. و این طرف درخت آلوبالوست. پایینم درخت آلوبالوس اینجا است که البته فکر نکنم میوهش خوردنش کنم مشکل داشته باشه. ما پخته نشده این آلوبالو. ببینین پخته نشده. این طرف هم دیگه قصر از دوستان عزیز، یعنی ببینین قصر بسیار زیبا مقبول. خانه یک از دوستان عزیز کلا خالی است. طرف ببینین یک چوکک است، مثل چوک جور شده بسیار زیبا. اون طرف همون سبزا رو قیچی میکنن. دیگه کم کم بریم بالا دوستان عزیز. سازمی دروازه که در ویدیو گذاشته براتون نشان دادم. دیگه میریم بالا، اما تو سلو ای بسم الله. خب دوستان عزیز، اینجا کار دیوال است. اما تو میریم بالا. این قصر بسیار بزرگ است دوستان عزیز، بسیار مقبول هم است. نگفتن اما قصر از این طرف زیاد است، از اون طرف دیوال که این طرف زیاد است. ببینین این بسیار مقبول است. یک دور میزنیم مکملش میبینیم. البته یا کلان خالی است دوستان عزیز، هیچ چیز در بینشان نیست. میبینید سنگای شماله اینجا رو فکر کنم سنگکاری میکنن. طرف هم مرزم است. اون اومدین شیشتی نمیشه سریع. این بسیار بزرگ است قصرش دوستان عزیز. بزرگترینش فکر کنم این باشه. اما بسیار مقبول است. مقبولیش دیز دوستان عزیز که تازه است. همین رنگ و چیزاش هنوز کهنه نشده، خراب نشده. و این طرف کلا سنگکاری است. هم دیگه باغبان دوستان عزیز گل میکارن، یعنی گل پرورش میکنن. این طرف هم یک دروازه دیگه از دوستان عزیز، چند دروازه داره. محمود بسیار مقبول از دروازه شم. اونجا یک قصر دیگه از کوری در ویدیو گذاشته دوستان عزیز رفتیم دیدیم. اگر ندیدینش برین در کانال شب قبل آپلود شده. اینجا من دوستا هستن دیگه آوردین نان آوردین با خود پخته میکنن و میخورن. این بسیار بزرگ از دوستان عزیز این قصر. پس رسیدیم اینجا اول ما دوستان عزیز. بریم اون طرف پایینا، طرف ها دیدن داشته باشیم. این کاکام هم یه تنها بود، تربوز دستش. البته دوستاش کنم دیگه رفتن. این قصر هم دوستان عزیز داسه در حال ساخته است. ساخته میشه نمیشه نمیفهمم. برای مردم از اون گشته میرن کلا یانا تلفن ها دستشان است و فیلم برداری دارن.
اون طرف دیگه مو سرک از دوستان عزیز که دوباره بالا رفته. این طرف گفتم دوستان عزیز هر طرف ببینید از پایپا او میه، هر طرف ببینید از پایپا آب میه. در دامنه کوه یک جای مقبول. این دوستان عزیز می کار کردن میره اون سبزای ناقم میکنن و دیگه شم درخت اسم نشون بتون که اذیت میکنن و دیگه شم اون ماشین میکنن. این ماشین هاست سبزاره اما قمی مانه که مزاحمت نکنه. خب دوستان عزیز بریم طرف از اونو قصر دیگه بس با پیش میریم. یک قدر باغبان ها زیاد از هر طرف دوستان ازش پایپ درستشان حسابیاری میکنن، هر طرف پایپ درستشان حسابیاری میکنن و این جایا واقعا بابیاری همچنان ضرورت داره. این قطران شیشه هایشون باز است، دروازهشون باز است، دفتر است فکر کنم. این دیگه سرک است که موتر رو از دوستان عزیز. این قصر دیگه بالا دوستان عزیز که باز میریم از نزدیک میبینیم که اینجا قصر زیاد است. اونو قصر اصلیش از باز دوستان عزیز، اونو اصلیش همو هست. نابیاری کرده میرن دوستان عزیز. این درخت های شاد مغز ببینین اونو مردم میزیرش میشنه. اون از دوستان عزیز آب پایین میشه، بسیار یک جای مقبول است. اینه در اول ویدیو دیگه ویدیو نشان میتون، باز اگه این ویدیو نشانش بودم مزهش میره. منتظر باشین در ویدیوی بعدی. میریم تو بالا و بسیار یک جای مقبول است. آب پایین میشه متو است جایش. میگیرم دور زدیم دوستان عزیز. اینجا دوستان از یک چیز شما را خوش آمد. تو پایپ سوراخ کردین، آب ایلا کردین، اونم پایپ در هر جا که سوراخ هست اونجا را آبیاری میکنه. اینجا مثلا میبینین آب پایین شده میره و این آب از کجا میاد؟ این دینی سوراخ های پایپ کلا نیم تو سوراخ است. یعنی به این شکل اینا یا آبیاری میکنن. دیگه پای ما رو دیگه سازه تر کنیم. ما چبلی خودم اینجا بکشم یک جای برو تو پایلوش دیگه مدام ایت دوستان عزیز گشتن. اونو قصرم بسیار کلان از دوستان عزیز که رفتیم دیدیم میشه در اول ویدیو همو بود و هم دیگه ایش است. این خورترک است. انشالله دوستان عزیز از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین دیگه. یا پغمان منتظر ویدیو بعدی باشین. احتیاج داره بدی. الله حافظ و مددگار همه تان.